یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان روز 9 آگوست سال 2024 در نشست خبریش افتتاح پرونده به ضد امروخان ظریفی، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده و شاکرجان حکیموف تصدیق کرد و گفت که آنها با سید جعفر عثمانزاده رهبر سابق حزب دموکرات و وکیل پارلمان که ماه ایون با اتهام باز و روبری غصب نمودن حاکمیت بازداشت شد در همکاری ازش قرار داشتند. اما یوسف رحمان به دلیل حفظ سر تفتیشات و امور مخفی داشتن این پرونده پرسر و صدا از ارائه معلومات بیشتر خودداری کرد و درباره این پرونده تفصیلات زیاد نداد. سر تفتیشات است، تفتیشات با امور مخفی ادامه دارد و به سبب سر تفتیشات من به شما چیزی گفتن نمیتوانم، گفت یوسف رحمان. اما در پاسخ به این سوال که آیا این پرونده ها به هم ربط دارند، پاسخ داد که بله، در علاقمندی ازش قرار دارند. دادستانی کل یک نقطه دیگری را نیز تاکید کرد که یک چیز را میگویم، کسی که به دولت، به ملت، به پرزیدنت خیانت میکند در نزد قانون جواب میدهد، نوابسته از اون که چی وظیفه دارد و در گذشته چی وظیفه اشغال کرده بود. پرونده عثمانزاده پر سر و صداترین پرونده سالهای اخیر به شمار می رود. سید جعفر عثمانزاده روز 12 ایون وزیر سابق کارهای خارجه امروخان ظریفی، رئیس سابق شورای عالی و سابق اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تاجیکستان اکبرشاه اسکندروف و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کاملزاده در روز اول بعد بازداشت عثمانزاده و شاکرجان حکیموف در میانه ماه ایول الکی یک ماه بعد حبس سید جعفر عثمانزاده بازداشت شدند. یادآور میشویم یوسف رحمان عثمانزاده را از منبر پارلمان به اون ابدار کرده بود که گویا او هنوز سال 2021 نقشه غصب حکومت را با نماینده مخالفین شرف‌الدین گدایف مصلحت کرده بود. اتهام دیگر ضد عثمانزاده که از زبان داستانی کل صدا داد تشکیل گروه ها برای عملی ساختن نقشه غصب حکومت در داخل جمهوری و اخیراً از یک نماینده یک کشور خارجی درخواست کردن $10 میلیون از جانب عثمانزاده گویا برای انجام تبادلات است. شرف‌الدین گدایف بعداً گفت که سخن درباره یک گنرال از نهادهای امنیتی روسیه می رود که گویا در پی حمله خونین ماه مارت در تالار کنسرت‌های کراکوس در پایان ماه مارت با سفر مخفی به تاجیکستان آمده با چند نفر از شخصیت‌های شناخته و منصبداران در گذشته بلندپایه صحبت‌های محرمانه انجام داده است و مقامات از این خبر یافته حالا همه آنهایی را که در صحبت با این گنرال اشتراک کردند بازجویی کرده ایستادند.